سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. قبل اینکه بریم اصطلاح رو بخونیم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که هستین. به دلم افتاد. نگاه کنید اصطلاح رو. به دلم افتاد. ایتسیما دودو. ایتسیما دودو. به دلم افتاد. مثال رو نگاه کن. ایتسیما دودو کی؟ ایت به معنی داخل، درون. ایتسیما یعنی به داخلم. دودو دوماک به معنی متولد شدن. کی پسوند حالا که و برای هست. میگه حالا در درونم متولد شد که عشقم bugün امروز askerlikten. اسکر به معنای سرباز، askerlik به معنای سربازی، تن پسوند از هست. gelecek gelmek به معنای آمدن. gelecek خواهد آمد. میگه که حالا içime doğdu ki aşkım bugün askerlikten gelecek. به دلم افتاده که عشقم امروز از سربازی میاد.